قدیر یعنی تو بفهمی بدون متخصص معصوم جهان قابل اداره نیست و هر چقدر فاصله بگیره از متخصص معصوم، جنگ ها، خودکشی ها، طلاق ها، قتل ها، فساد ها بیشتر میشه، ظلم ها بیشتر میشه، کم که داره بیشتر میشه دیگه. فقط با متخصص معصوم جهان آرامش، برکت، علم و پیشرفت واقعی رو می‌بینه. اون جایی که خدا به پیغمبر میگه اگه انجام ندی، حرفی که دارم میزنم رسالت رو انجام ندادی، یا الله وایسا تو قدیر، کیلومترها رفتن دیگه سمت خونهشون، پیغمبر قاصد میفرسته برگردید. یه حرف مهم میخوام بهتون بزنم، با این هستش که اگر بعد از من متخصص معصوم نداشته باشید خدا دینتون رو قبول نداره. بعد از من باید از متخصص معصوم پیروی کنید. دین یعنی ارتباط انسان با متخصص معصوم. دین نماز و روزه و خمس و حجاب و اینا که نیستش، اینا اعمال ظاهری ما هستش که باید انجام بدیم. اونا متخصص معصوم باید برای ما تعیین کنه چه جوری شد. وقتی مربی بالا سرت نیست کار خوبم بکنی به درد نمیخوره. یعنی میگه ما یه باشگاه داریم، بچه‌ها میرن توش تمرین میکنن، میخوان اینا برن مسابقات جهانی، بعد ببین خاله اینو تمرین میکنن، مربی دارن، اینا میگن نه مربی نه، خودشون تمرین میکنن. خودشون تمرین کنن میتونن برن مسابقه بدن؟ یه مربی هست که میاد قوا رو شکل میده، تربیت میکنه، بهشون فرمول قاعده یاد میده. برای همین خدا میگه رضیت لکم، تازه من راضی شدم اسلام دین شما باشه. یعنی دین بدون معصوم و متخصص معصوم و جهان بدون متخصص معصوم اصلا مرضی خدا نیست، اعتبار نداره، اصلا مسخره است، کاملا یه زندگی مسخره است. اون متخصصی که این بدن رو میشناسه میگه طلا برای مرد حرامه، برای زن اشکال نداره. میگه این چه خرافاتیه، طلا یعنی چی؟ حرومه یعنی چی؟ مگه زن و مرد داره؟ منم طلا میندازم گردنم، منم انگشت طلا میکنم دستم. اون که جسم و روح تو رو آفریده میگه این برای تو ضرر داره و تو بهتر تشخیص میدی. آخه تو چی حالیته که راجع به انسان اظهار نظر میکنی؟ اون 2000 اطلاعاتی که دارم باعث میشه زیر بار معصوم نرم، حسادت میکنم به خدا و معصومین. یحسدون الناس حذف همون ناس ماییم، میگن خدا حرف نزنه، قرآن حرف نزنه، معصوم حرف نزنه تا ما بتونیم بگیم ما هم استادیم. ما باید خیلی شکر بکنیم. قدیر روز شادیه، روز عیده که ما الحمدلله رو کره زمین ملتی هستیم که زیر سایه متخصص معصوم بروزیم. به میزانی که شما زیر نظر متخصص معصوم عمل میکنید، رساله‌ای زندگی میکنید، مرجع تقلید دارید، رساله‌ای دارید، توفیق دارید. به محضی از مرجع و رساله و علم متخصص معصوم فاصله بگیرید، زندگی انسانی دیگه نیست.